لس آنجلس میرفتم دپرس بودم، یادتون هست؟ خیلی حال من خراب بود یادتون هست؟ همیشه 5-6-7 روز میره توی این مایه ها، ولی هرچی باش چک و پر نزنی خودش رد میشه، اصلا باورتون نمیشه. خدا شاهده، به رفاقت هر دوی ما قسم، به جان قدیر، به جان شما عزیز جانهای من موقعی که تو اون حالت میرم خودم میدونم فقط به عشق شما من استوری میذارم و این باعث میشه که میرم ورزش میکنم، میگم حاجی بذار برم ورزش کنم، بچه‌ها ببینن حال کنن، اینا هم برن ورزش کنن، سرحال باشم فلان باشم. امروز حاجی وقتی دپرس میشم یه لایه سیاه میاد رو چشم، همه چی رو تار میبینم. الان همه چی رو عالی میبینم، به خدا راست میگم. آره دیشب این دوست من اومد، بعد دیگه گفت من بخوام برم و این غروب تر دیگه رفت، فهمیدی؟ آره ما میگیم رفت، شما بگیر رفت، نه ولی واقعا رفت. گفتم برو من بخوام بگیرم بخوابم و اینا. گوایزان قدیم بیشتر جنب و جوش داشتی، الان چجوری؟ الان دیگه حال نره اینا. گفتم الان حقیقتا تو خودت باید یه دونه چوب بگیری تراش بکنی، تیز بکنی تو من حال ندارم. گفت چه خبر و فلان، گفتم آره دپرسم و اینجوری و خیلی با هم صحبت کردیم. غذا گرفتم، همون دور میز نشستیم همون تو اتاق، گفتم آره خیلی دپرسم و فلان، دختر خیلی پریه. بعد برگشت گفت آیسان کلاس یوگا شروع کن، هات یوگا از این کلاسایی که نمیدونم 1000 درجه است، 100 درجه است، چند درجه است، میری توش همین کشش مششی یوگا، همین 45 دقیقه یه ساعت. بعد خیلی با من صحبت کرد، یه حرفی زد، اول ازش خیلی خوشم اومد، حتی دختر زرنگی بود، اومد به من اینجوری کرد، گفت آیسان من میدونم تو فیم داری، الان تیپ داری، هیکلت خوبه، پول داری، لباس داری، ولی اینا دلیلی نمیشه که تو همیشه خوشحال باشی. اینی که گفت گوشم تیز شد. گفتم چه عجب، یه نفر نگفت آی ناشکری میکنی، فهمید منو. گفتم خب حالا چجوریه؟ گفت این رد میکنه، گفت این پارتی از لایف انسانه دیگه، گفت میاد و میره، گفت 99% موقع نمیدونی هم چیه. بعد بهش گفتم ببین تو چقدر دختر خوبی هستی، همه چی فهمیدی فلان، من بهش گفتم. بعد اون به من برگشت گفت واقعا میگی؟ گفتم آره. پیرنو در میاریم، فیلم میگیریم پشت فرمون، حال کردی هیچ راننده ایم؟ بیا حال کن دیگه. همین کسیشنا رو صحبت کردیم دیگه، تموم شد. خوبم الان. وای نگاه کنید این زندگی آخر خطه، نگاه کنید. دیدی گاو، ما با عاشق گاو گوسفندم. بعضی روزا پیش خودم اینا رو میبینم اونجا وایسادن، دیروز دیدم 7-8 تا گاو نشستن، یکی وایساده. گفتم خدا یا این خارکوسه داره به چی فکر میکنه؟ بعد پیش خودم گفتم این کسکیش با 1 تن وزن برای چی رو 4 تا پای لاغر وایساده؟ چرا نمیشینه مثل بقیه؟ بعدشم خودم رو تصور میکردم، بودم اگه الان به من بگن تا آخر عمر زنده میمونی مثلا 1000 سال ولی جای این گاو بودی، بعد تو دلم برگشتم گفتم خب چه فایده ای داره؟ نه چیزی رو میبینی، نه چیزی رو میفهمی، نه چیزی رو میتونی حال بکنی باهاش. بعد گفتم چقدر بده که من بخوام انسان باشم مثل یه گاو زندگی کنم، فهمیدی؟ دیگه تصمیم گرفتم که از تمام چیزهایی که در ذهنم هست استفاده بکنم، از تمام ثانیه‌های زندگیم. نمیخوام گاو باشم. آقا به نظر من اول روز برنامه من به شما بگم، من الان دارم برمیگردم، میرسم خونه، یه دوشی میگیرم ترتمیز، یه برنج درست میکنم و یه ذره گوشت درست میکنم، نهار میخورم، بخوام زنگ بزنم به خانم مربی بگم اگه هست امروز غروب بریم من اون با هم تمرین بکنیم. انرژیشو خوشم میاد، همش میخنده، خوشحاله، فهمیدی؟ بعد این کونشو میبینم موقع ورزش خوشحال میشم، پیش خودم میگم خدا رو شکر مثلا با یه دختر ورزشکار دارم ورزش میکنم، به زندگی خودش میرسه، هیکلش قشنگه، بعد خوشم میاد دیگه حاجی، خوشم میاد با انسانایی باشم که به خودشون میرسن و اینا، خیلی به من حال میده. آره این برنامه این بود. دیگه خیلی مهم میخواستم بگم، خالص یادم رفت اصلا، نمیدونم چی بود اصلا، خیلی جالب بود اون قضیه. الان با حاجی صحبت، نمیدونم به نظر من یه چیز خیلی جالب میخواستم بگم، نمیدونم چی بود.
با حاجی صحبت کردم، گفت رسیدم. گفت وایسان 2 تا اتاق گرفتم، گفت یکی وسیله‌ام میذارم، گفت یه اتاق دیگه یخیه. گفت فردا صبحم سورتمه میخواد بگیرن و اینا. حاجی با یکی دوستاش رفته. آره اگه به شما گفت تناس دروغ میگه. گفت سورتمه گرفته با گرگ و مرگ و این سگای چیه خارکوزه اسکیموه هاسکیموه چی از سگ هاسکی ها هستن چیز آقا مال سرما. گفت از اونا فردا میریم رو کوه و اینا. بعد گفت با سورتمه 3-4 ساعت میریم. بعد گفت رو کوه اونجا میخوابیم شب. آره چی میخواستم بگم استوری قبلی خیلی از این صحبت های خارکوسه چیز بود فلسفی بود نه چی بود یادم رفت. این بده دیگه فلبدای صحبت میکنی اینش بده. آقا و مطلب آخر یادم آمد، بدترین چیز به نظر من، بدترین ناشکری در زندگی یک چیزه. اینا که من به شما میگم آقایون، نه از قبل فکر کردم من خارکوسه فقط فکرهای چرت و پرت میکنم، نهنگ بشم و نمیدونم از در ایجا اومدم بیرون مردم غش کردن. من فکرهای کسشر میکنم، فکرهایی که من میکنم به درد گفتن نمیخوره، چیزایی که فل بداهه میام. حالا این الان همینجوری به ذهنم زد گفتم گاو. بدترین ناشکری در دنیا به نظر من اینه که شما دلت بخوای جای اسب باشی، جای پرنده باشی، جای اون باشی، جای اون رفیقت باشی، جای این باشی، جای اون باشی، جای این. بدترین ناشکریه. چرا؟ چون تو جای خودتی دیگه برادر. اگر سالم هستی که 100,000 بار خدا رو شکر کن. اگرم خدایی نکرده سالم نیستی، 50,000 بار بیشتر از آدم عادی خدا رو شکر بکن. می‌دونی به خاطر چی؟ چون خدا یه چیزی به تو داده که تو میتونی رو تحمل بکنی. حالا باید شکرگزارش باشی که انشالله برگرده درست بشه. حالا یه موقع از یارو میگه آقا من قطع نخام، گوش دادی؟ یارو میگه داداش من قطع نخام، من دلم به چی خوش باشه؟ اولا که انشالله که راه بیفتی، انشالله که خوب بشه اگر راهی داره. اگر نه داداشی من احساس میکنم، من آسم دارم، آسم سنگین دارم، خب ولی مثلا میگم هر کی دیگه جای من باشه آیسان تو خفه نمیشی. میگم آقا من نمیتونم مثلا نیم متر بدوم، نمیتونم شنا کنم. گرفتی چوری شد؟ آقا خداوند هر چیزی که از هر کی میگیره به نظر من، میدونم این قانون دنیاست دیگه داداش، طبیعت موازی نیست. شما میبینید که بچه آهو دنیا میاد، همین که رحم مادر دنیا آمد پلنگینو میخوره. بزرگترین ناشکری در دنیا اینه که بخوای جای کسی دیگه باشی، یعنی خودتو دوست نداری. تو وقتی خودتو دوست نداری چجوری میتونی برای خود آرزوی موفقیت بکنی؟ تو وقتی دوست داری مثلا میگم جای فلانی باشی یا توی شرایط بد زندگی هستی، یکی بهت زنگ میزنه یا الان باید بری دادگاه، احتمال داره بدترین اتفاق زندگی برات بیفته، دستت میلرزه، پات میلرزه، یا بغلتو نگاه میکنی مثلا میبینی یه رفتگر داره میره، میگه ای خدا ای کاش من جای این بودم. شعار 90% مردم. نه چون خودت تو ناز و نعمتی این حرفو میزنی، به والله قسم